دینام ماشین مشکل داشت، آوردیم بازش کردیم و بعد دیدیم که ایراد از دیودای شونه ایه. همین دیود شونه ای ها رو عوض کردیم، لاین کاری کردیم، خیلی هم گرون دادم بهمون. آوردیم بستیم روی پوست دینام. تو این فاصله یه لایک بزنید ما هم انرژی بگیریم. جا زدیم، پیچاشو بستیم، عایق برق جا زدیم، مهرشو بستیم. این همون جاییه که برق اصلی بسته میشه. این سیمه رو میندازیم، زغالا رو نگه میداره تا جا بزنیم، موقع جا زدن نشکنه. بعدش میاریم میبندیم روی دینام رومیزی برای تست نهایی. تسمه رو که صفر کردیم، سیما رو سر جاشون گذاشتیم، چراغمون روشن شد، استارت زدیم. یه خورده تسمه‌مون شل بود، چراغ ضعیف خاموش میشد، با دستمون نگه داشتیم و دیدیم که دینام جوابه. بعد آوردیم بستیم روی ماشین، همینجوری که میبینید، خیلی سریع قشنگ. بعد اینکه بسته شد اومدیم ماشین استارت زدیم، بعد شارژ گرفتیم از دینام. بعدش اومدیم مدل سنتی شارژ ماشین، شارژ دینامو تستش کردیم، دیدیم بله ماشین خاموش نشد، بوبین شارژو داره. و بعدا یه